دوستان در این پست اگر تا آخر با ما باشید بهتون قول میدم کراتینه کردن مو را به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید. قبل از همه چی ایمنی دست ضروری است. مرحله اول با فرچه رنگ که دولایه است و در اینجا کاربرد زیادی دارد کراتینه را از پایین به مو میزنیم همونطور که در تصویر میبینید و حواستون باشد که 1 سانت آخر مو را کراتینه نمیزنیم، یعنی از 1 سانت به بعد که مو رشد کرده است شروع به کراتینه. در این مرحله کراتینه ای را که به مو زده بودیم را با شانه به کل مو آغشته می کنیم، با شانه ای که یه سر ریز و یه سر درشت داره و با دست به مدت 5 دقیقه مو را ماساژ میدیم و حواسمون باشه که به ریشه مو نرسه. دوستان کراتینه را مرتب لایه به لایه به مو اضافه می کنیم که در آخر مو لخت یک دستی به همون بده و از یک سر دیگر فرچه که شانه است کراتینه را به کل مو آغشته می کنیم و شما میتونید برای جدا کردن لایه به لایه مو از گیره مو هم استفاده کنید، ولی من استفاده نکردم که سرعت کارم بیشتر بشه. وقتی که کراتینه را به کل مو زدیم در آخر با یک شانه کراتینه های اضافی را از مو جدا می کنیم و حدود 1 ساعت زمان می دهیم که کراتینه روی مو بماند و بعد میریم سراغ مرحله بعد اتو کردن. دوستان اتو کردن هم لایه به لایه و مرتب انجام می دهیم و تا جایی که رنگ مو تغییر کند و براق شود و جنس مو هم مثل ابریشم نرم بشه اتو می کنیم و بعد 15 دقیقه زمان می دهیم و بعد با شامپو مخصوص می شوییم و تمام.